یزد میگذاشتن برای هر چیزی، برای آتش، برای آب، اینکه فرزندان ایران زمین، زنان و مردان ایران زمین بدانند که برای زندگی میزین، برای زندگی که زندگی باشد کوشش بکنن، زندگی را شاد و فرخنده آنجوری که باید بدارن و همواره به این اندیشه باشن که میبایستی شاد بزین. اینها ابزارهای شاد زیستن بوده. افزون بر این که برای نگهبانی و نگهداری از ابزارهای زندگی یا آفریده هایی که هست بوده، ابزارهای شادمانی نیز بوده. از این است که آمدن این فرهنگ را بنیان نهادن، گفتن که 30 روز باشد نامهایش و 12 ماه نام داشته باشد. اینان هرگاه به هم دیگه برخورد کردن یک جشن برپا میکنیم و جشن هم گفتن در چمه شادمانی هست، خواستی و نخواستی. اما در بن در چمه این نبوده که شادمانی باشد، در بن در چمه این بوده است که از آنچه که برای اون جشن می‌گیریم سپاسداری کرده باشید. هرگاه شما چیزی را سپاس بدارید، ارج بنهید، در اون خودی خود در اشکم این کار و واژه سپاس و ستایش هست، شادمانی هم هست. یک روز را در درازای سال برای سپاسداری از زنان نهادند. آن روز را همراه کردند با روز سپندارمزد. اسفند نام نادرست اسفند هست و سپندارمزد یکی از امشاسپندان، بازم میگم یزد، نمیتوانم بگم فرشته، از امشاسپندانی است که نگهبانی زمین را به او سپردند. این امشاسپند چون امشاسپند ماده است، جنس زن دارد، آن روز را جشن زنان نامیدند و چون زمین زاینده است، جنس او از هم دیدگاه واژه زن است، هم از دیدگاه جنس خود اون یزد. خود واژه سپنته جنس زن داره، می شود پاک. واژه اسپندم که به کار میبریم، اون دانه‌ای که برای نمیدونم سوزاندن و اینها به کار میبرن، از همین جنس. و هر روی سپندارمزد یزدی است نگهبان زمین. چون زمین زاینده است که گفتم، این را نمونه گذاشتند برای اینکه بتوانند نماد زن را برای ایرانیان نشان بدهند و زن را گرامی می‌دارند با گرامی داشت زمین. در فرهنگ ایرانی همه این امشاسپندان، 7 امشاسپند، دارای گلها و رنگها هستند برای اینکه بهتر شناخته بشن. سپندارمزد امشاسپند یا یزد دارای گل بیدمشک است. روان پورداوود شاد باشد. ما بسیار به این بد بدهکاریم. هنگامی که شاهنشاه رضاشاه پس از نابود شدن چیزی به نام ایران و ایرانی، یک مردمی را بنیان گذاشت، یک کشوری را بنیان گذاشت، با همکاری خردمندان، دانشمندانی مانند سید حسن تقی‌زاده، مانند دهخدا، دکتر معین و کسان دیگه، دست به کار نشاندن این فرهنگ زدن. پورداوود در اونجا پیشنهاد کرد اگر روز زن میگذارند، نماد روز زن را، نماد امشاسپند سپندارمزد رو که بیدمشک است برای پرستاران بگذارند. این بود که بیدمشک نشان پرستاری نیست شد. شما پرستارید؟ و اگر کسی پرستار است، روز پرستاری ایران هم در همین روز بود که رضاشاه بزرگ بنیان گذاشت و بیدمشک را هنگام فرهیخته شدن، هنگام فرهیخته شدن به گریبان یا یقه پرستاران می‌گذاشتند و در کده یا دانشکده‌ای که اینا فرهیخته می‌شدن، بیدمشک دست به دست می‌گذشت و در دیوارها و اینها بیدمشک را به نام نماد پرستاران، به نام امشاسپند سپندارمزد و ایران زمین به کار می‌بردند. خود سپندارمزد چی هست؟
این واژه من که امروز میگیم از ریشه معتی اوستایی است. افشار کجاست؟ آقای افشار. آقای افشار. هو متا، هو خطا، هو ورشتا. هو معتی میشه اندیشه خوب. این پندار نیست. اندیشه هستین. شما برای اندیشه در انگلیسی یا هر زبانی که میدانید یه واژه بذارید. واژه من از جنس از ریشه معتی است. هو معتی میشه اندیشه خوب. این زبان اوستاست. خب سپنتا میشود پاک. در هیبرو واژه قدش هست. در تازی چیکارش کردن؟ قدسش کردن. تازی این کار میکنه. شعر رو میکنه. سپنتا واژه قدشه. میشود پاک. آر بازم همونه، بازم پاک. معتی اندیشه. پس اینی را که برای زن گذاشتن ببینید چه اندازه برجسته است. یعنی یزیدی که جنس زن داره، یزیدی که از زن پرستاری میکنه، از زمین پرستاری میکنه و برای پرستاران هست رو نامش رو و خودش رو از جنس و ریخت سپندا ارمایتی برداشتن. من در آغازم به شما گفتم، دوست ندارم زیاد گفتگو کنم، میخوام کوتاهش کنم. در آغازم به شما گفتم همه این جشن‌ها در گردباد طوفان‌هایی که از عربستان سعودی برخاست نابود شد. چه بخواهید چه نخواهید، چه هر کسی دیگری بخواهد نخواهد، این ستم بوده و ناروا بوده و تباهی بوده و ما را نابود کرده. میخواهید بگید نه؟ اگر جشن شما نابود میشه، اگر فرهنگ شما نابود میشه، اگر نامهای شما آلوده به نامهای بیگانه میشه، شما نابود شدید. چیزی از شما بر جای نمانده. آنچه که بر جای مانده همین است که میبینید. یه چیز کوتاه دیگه به شما. کاراکلا یکی از خوناشامان رومه. این فرمان روای رومه. این تبهکار به روانشاه ارتوان یا اردوان پنجم شاهنشاه نامه می‌نویسه. کاراکلا نامه می‌نویسه به شاهنشاه. شاهنشاه انبوب یا قالین ها، شما قالین درست شما میگید، نادرست ما میگید. انبوب یا قالین ها، چون قالی میشه به پهلوی مو، قالین آنچه که مویین است، قالین درست است. انبوب یا قالین های شما زیر پای ما را می آراید. چکمه های سرخ شما اسپهبدان و افسران ما را نیرو می بخشد و رخت های پارتی یا اشکانی تن رومیان را می پوشاند. زنان ما به گوهران ایرانی آراسته و گاه در دربار درگیری است که کی این گوهر را داشته باشد، نه دربار روم. ای شاهنشاه ایران، آیا می شود که کاری بکنید که این رخت‌ها و این چیزها و ساخته‌های شما و پولاد، ایران یکمین سازنده پولاد جهان در زمان هخامنشی، حالا باتری می‌سازه، من اونا رو نگم، بسیار چیزهای دیگه هست، دردهای دیگه، کاری بکنید که اینا از راه قاچاق به ما نرسه. همین رومی که از شاهنشاه ایران درخواست میکنه که قاچاقچی‌ها رو کنار بذارن، ابزارها خودش بیاد در کشور فروخته بشه و مایه درگیری در دربار نشه برای گوهر رو نمیدونن رفت و اینا. همین مردم خودتون میدونید، نگاه کنی سالهای 1920 شما میپرسی از من روز 3 اسفند کجاست؟ آره، روز 3 اسفند رضا شاه بزرگ کودتا کرد. در اون تاریخ‌ها برید، اینجا جایی هست که شما میتوانید این چهره ایرانیان رو در اون روزگار برید ببینید. رخت به تن ندارن، کفش بر پای ندارن، شماری قر و کور و کر و کچل و بیماری های بسیار در روان و در تن رو شما یک مشت بیچاره درماندهی که اوباش قجر به اونها فرمانروان از ستمرانی میکنه رو ایرانی شما میدید. آیا این مردم با اون مردم یکسان هم که من ازشون گفتگو کردم که ایران را دارای تر می‌دانستن، پادشاه روم برای رخت گرفتن ازشون نمیدونم به دریوزه نامه می‌نویسه؟ نه، نیستن. خب اگه مردم اینجوری شدن، بهترین زنش انیس‌الدوله شده که نمیدونم شپش شاه را نمیدونم به سرش میگذاره و میده زرگر که شاه که نه، شاه بابای قجر جنایتکار ناصرالدین میرزا.
میگه از گور رضا عرب اومده میگه که چی آوردی؟ میگه که شپش زیاد آوردم. میگه که شپش شاهو من میدم زرگر برای من تاج درست کنه بذارم سرم. زن سربلند ایران